پرونده امروز راجع به یه دختر 19 ساله است که یه روز برای رفتن به دکتر از خونه خارج میشه و دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. پرونده غزاله شکور و آرمان عبدالعالی، پرونده‌ای که 8 سال طول کشید، هزاران حاشیه داشت، جسد قربانی هرگز پیدا نشد و نهایتاً با اعدام آرمان تو سحرگاه 3 آذر 1400 به پایان رسید. پرونده‌ای که به قدری پیچیده و عجیب بود که الهام بخش ساخت فیلم سینمایی بی‌بدن شد. 7 ساعت پشت در زندان، آسفالت‌های کف زمین رو چنگ می‌انداختیم من و همسر. زجه می‌زدیم. دیوارهای سیمانی زندان رو چنگ می‌انداختیم. ناهید خان، تو رو خدا رحم کن، تو رو خدا رحم کن. آخرین دیدار ما با آرمان اظهار همین موضوع بود که واقعا ما نمیدونستیم که آرمان میدونست داره میره و فقط میگو بابا عذر میخوام، بابا به بهش کار رو اینجوری کشید، بابا مواظب آرتین باشه. فقط میخوام بگم ناهید خانم، جیگرت سوخته، جیگر منم سوخته، جیگرت آتیشه، جیگر منم آتیشه. اگه داری گریه میکنی، من دارم یه چشمم خون گریه میکنی، یه چشمم اشک. به خدا خیلی سخت. تو رو خدا منو به عنوان یک مادر ببینید و درکم کنید. چجوری التماستون کنم ناهید خانم؟ سال 1390 بود. غزاله شکور، دختر 17 ساله تهرانی، به همراه خانواده‌اش برای یه سفر تفریحی راهی آنتالیای ترکیه شد. غزاله متولد 28 دی ماه 73 بود و در اون زمان 17 سال سن داشت. خانواده‌اش وضعیت مالی خوبی داشتن و این سفرهای خارج از کشور براشون چیز عجیبی نبود. تو همون سفر بود که غزاله با آرمان عبدالعالی آشنا میشه. آرمان که متولد 19 اسفند 74 بود و در اون زمان 16 سال سن داشت، همراه خانواده‌اش به ترکیه سفر کرده بود. ظاهراً آشناییشون از بسکتبال بازی کردن شروع شده بود. کم کم این آشنایی ساده تبدیل به یه رابطه عاطفی میشه و وقتی دوتا خانواده به ایران برمیگردن، این رابطه باز هم ادامه پیدا میکنه. غزاله شکور دختر 19 ساله‌ای بود که تو محله‌های شمال تهران زندگی میکرد. خانواده‌اش وضع مالی خوبی داشتن و غزاله هم مثل خیلی از دخترای همسن و سالش آرزوهای بزرگی برای آینده داشت. گفته میشه که غزاله قصد مهاجرت داشت و میخواست برای ادامه تحصیل یا زندگی به خارج از کشور بره. اما این تصمیم قرار بود نقطه عطفی توی زندگیش باشه. چون آرمان که عاشق غزاله بود با این تصمیم به شدت مخالف بود. آرمان نمیخواست غزاله رو از دست بده و این مخالفت جرقه‌های اولیه درگیری رو زد. 12 اسفند 92 روزی بود که قرار بود همه چیزو برای همیشه تغییر بده. ساعت 3 بعد از ظهر غزاله از خونه خارج میشه. به مادرش میگه که برای ویزیت به مطب دکتر پوست تو خیابون ظفر میره. غزاله به مطب دکتر میرسه، ولی منشی به خاطر شلوغی بهش میگه که 1 ساعت دیگه مراجعه کنه. غزاله که حالا 1 ساعت وقت داشت، تصمیم میگیره به دیدن آرمان بره. ولی غزاله هیچ وقت به مطب دکتر برنگشت. اون روز آخرین روز زندگی غزاله بود. ساعت 10 شب پدر و مادر غزاله که از نبودن دخترشون به شدت نگران شده بودن، به کلانتری 103 گاندی میرن و خبر ناپدید شدنش رو به پلیس اعلام میکنن. گوشی غزاله خاموش بود و هیچ کس خبری ازش نداشت. تحقیقات پلیس برای پیدا کردن غزاله شروع شد. پلیس متوجه میشه که غزاله آخرین بار با آرمان تماس داشته و به دیدنش رفته. 14 اسفند آرمان به پلیس آگاهی احضار میشه. ولی قبل از دستگیری آرمان یه شاهد کلیدی توی این پرونده ظاهر میشه. یکی از دوستای آرمان به عنوان مطلع احضار شد و توی بازجویی گفت آرمان تو روز حادثه با من تماس گرفت. اون ازم پرسید که کجایی باید ببینمت. منم چون معلم خصوصی داشتم گفتم که نمیتونم بیام ببینمت. چند بار بعد از اونم تماس گرفت و گفت حتما باید ببینمت. ولی من بازم گفتم نه، نمیشه. روز بعد وقتی اونو دیدم بهش گفتم چی کارم داشتی؟ اون گفت با میله بارفیکس غزاله رو زدم و کشتم.
بعدش هم با 2 تا کیسه پلاستیک اونو پوشوندم و توی سطل زباله انداختم. این شهادت اولین مدرک محکم علیه آرمان بود. آرمان توی بازجویی‌های اولیه اعتراف میکنه که غزاله رو کشته. اون میگه غزاله تصمیم به مهاجرت گرفته و میخواسته رابطه‌شون رو تموم کنه. سر همین موضوع بینشون درگیری پیش میاد و آرمان غزاله رو هل میده. سر غزاله به یه چیزی میخوره و از هوش میره. آرمان توی بازجویی میگه که با میله فلزی بارفیکس چندین بار به سر غزاله ضربه زده. بعدش هم جسدش رو تو کیسه پلاستیکی میپیچه و به سطل آشغال میندازه. اما این فقط اول ماجرا بود. آرمان خیلی زود اعترافاتش رو پس میگیره. میگه که اون حرفا رو تحت فشار زده. حالا روایت جدیدی میسازه. اون میگه غزاله از پله ها پایین میره و میلغزه و سرش به تیزی پله برخورد میکنه. غزاله جیغ میکشه و از دماغش خون میاد. آرمان میگه که غزاله رو به داخل اتاق برده، ولی اون دیگه مرده بود. یه روایت دیگه هم هست که میگه سر غزاله به پایه میز خورده. 3 روایت مختلف از یک حادثه و این تازه شروع پیچیدگی‌های پرونده بود. وکیل مدافع آرمان محمد حسین شاملو توی مصاحبه‌ای گفت آرمان چند روایت درباره حادثه بیان کرده بود. ابتدا انکار کرد و در ادامه گفت سر غزاله به یه میز خورده، از هوش رفته و خونریزی کرده. روایت بعدی اینه که گفته با میله بارفیکس به سرش زدم که بعداً گفت اینو تحت فشار گفتم. یه بارم گفت که از راه پله رفت و لیز خورد و سرش با تیزی پله برخورد کرد. به نظرم حرف آخرش با یافته‌های تشخیص هویت مطابقت بیشتری داره و به واقعیت نزدیک‌تره. اما بزرگترین معمای این پرونده ناپدید شدن جسد غزاله بود. آرمان میگفت جسد رو داخل چمدون گذاشته و کنار سطل زباله گذاشته، ولی پلیس هرچی گشت اثری از جسد پیدا نکرد. خانواده غزاله تا سالها بعد امیدوار بودند که شاید دخترشون زنده است. اما آزمایش دی ان ای لکه‌های خونی که تو خونه آرمان پیدا شده بود به طور قطع ثابت کرد که غزاله تو اون خونه کشته شده. رو در و دیوارای خونه آرمان لکه‌های خونی پیدا شده بود که متعلق به غزاله بود. جسد غزاله هیچ وقت پیدا نشد. این موضوع تا به ابد به عنوان بزرگترین معمای این پرونده باقی موند. حالا چرا جسد پیدا نشد؟ چند تا نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه سطل زباله است. آرمان توی اعترافات اولیش گفته بود پیکر بیجون اون دختر رو کنار سطل زباله شهرداری رها کرده، اما پلیس هرچی گشت اثری پیدا نکرد. نظریه دوم نظریه دفنه. بعضیا معتقدند که آرمان جسد رو تو جای دیگه دفن کرده. نظریه سوم نظریه وجود یه همدسته. برخی شایعات حاکی از اینه که آرمان با کمک یه نفر دیگه جسد رو پنهان کرده. یه نظریه دیگه هم هست به اسم نظریه ساختمون. مجتمعی که آرمان تو اون زندگی میکرد فاقد دوربینای مداربسته بود و سرایدارم گفته بود که از 11 تا 13 اسفند مشغول شستشوی دیوارا بوده و متوجه ورود و خروج کسی نشده. وکیل مدافع آرمان درباره عدم انجام بازسازی صحنه گفت حتی بازسازی صحنه هم در این پرونده انجام نشد، چون آرمان قتل و قبول نداشت. اون منکر قتل عمدی بود. آرمان تو اولین اظهارات خودش توی پلیس آگاهی جزئیات بیشتری از رابطه‌اش با غزاله و اتفاقی که تو روز حادثه رخ داد بیان کرد. اون گفت عید پارسال توی ترکیه با غزاله آشنا شدم و شماره همدیگر رو گرفتیم. بعضی وقتا با هم در ارتباط بودیم و گاهی بیرون میرفتیم. 12 اسفند اول غزاله با من تماس گرفت و بعد از اون من باهاش تماس گرفتم. بعد از اون با پیامک با هم در ارتباط بودیم. آخرین بار ساعت 16:08 باهاش تماس گرفتم که نزدیک خونه ما بود. ولی من از آیفون بیرون رو نگاه کردم و کسی رو ندیدم. به همین خاطر پیش برادرم رفتم و کنار اون خوابم برد و دیگه با غزاله هیچ ارتباطی نداشتم. یه بار زنگ زدم که گوشیش خاموش بود. تا اینکه دختر خالش صبح روز بعد به من زنگ زد و سراغ غزاله رو گرفت و گفت که اون گم شده. اما این اظهارات آرمان با شهادت دوست آرمان در تناقض بود. دوست آرمان گفته بود که آرمان تو روز حادثه با اون تماس گرفته و به قتل غزاله اعتراف کرده. پرونده غزاله و آرمان یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین پرونده های جنایی ایران بود
این پرونده 8 سال به طول انجامید. وکیل مدافع آرمان میگه که ورودش به این پرونده یه اتفاق جالب بوده. هم خانواده غزاله و هم خانواده آرمان برای قبول وکالت بهش مراجعه کردن. روز اول پدر آرمان اومد و ازم خواست که وکالت رو قبول کنم. فرداش هم پدر غزاله اومد. منم تصمیم گرفتم وکالت آرمان رو به عهده بگیرم. شاملو درباره روایت‌های آرمان میگه که قتل عمدی رو قبول نداره. به نظر شاملو حادثه توی راه پله محتمل‌تر بوده، اما دادگاه به این نتیجه رسید که آرمان مرتکب قتل عمد شده. قاضی محمود کیخا، قاضی صادرکننده حکم، پرونده رو با دقت بررسی کرد. دادگاه 5 مرحله رسیدگی فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی توی دیوان عالی کشور رو پشت سر گذاشت. 22 خرداد 97 دادگاه بدوی آرمان رو به قصاص محکوم کرد، اما این حکم چند بار به تعویق افتاد. یکی از بحث برانگیزترین جنبه‌های این پرونده سن آرمان بود که تو زمان ارتکاب جرم بود. آرمان عبدالعالی تو 12 اسفند 92 1 هفته کمتر از 18 سال سن داشت. اون متولد 19 اسفند 74 بود. بر اساس قانون ایران اجرای حکم قصاص برای افراد زیر 18 سال تا رسیدن به سن قانونی به تعویق میفته. به همین دلیل اجرای حکم آرمان تا زمان رسیدن به 18 سالگی به تعویق افتاد. اما این موضوع بحث‌های زیادی رو درباره اعدام کودکان توی ایران داغ کرد. سازمان عفو بین‌الملل تو دسامبر 2019 با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری حکم اعدام آرمان عبدالعالی شد. سالها طول کشید تا حکم نهایی صادر بشه. خانواده غزاله هرگز رضایت ندادند. وکیل خانواده غزاله محمد رضا زمانی اعلام کرد که رأی قطعی دادگاه مبنی بر قصاصه. طی سالهای گذشته جلسات متعددی تو دادستانی تهران با حضور قضات و اعضای کمیته صلح و سازش و همچنین جلساتی با حضور فعالین و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی شاخص برای گرفتن رضایت از خانواده غزاله شکور برگزار شده بود. با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی چهره‌های مختلف، اما خانواده شکور در طی سالیان گذشته همواره بر اجرای حق قانونی خودشون تاکید داشتند. 20 مهر ماه 1400 حکم اعدام آرمان برای 4 روز بعد اعلام شد. اما 24 مهر ماه اجرای حکم به طور موقت متوقف شد. اما این توقف فقط موقتی بود. بامداد چهارشنبه 3 آذر 1400 حکم قصاص آرمان تو زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. پدر مادر آرمان که هر دو دندان پزشک بودن، آخرین دیدارشون رو با پسرشون انجام دادن. پدر آرمان میگفت که قرار نبود آرمان این هفته اعدام بشه. مادرش اشک میریخت و پدرش بغض کرده بود. آرمان عبدالعالی تو سن 25 سالگی اعدام شد. 8 سال بعد از قتلی که توی 17 سالگی مرتکب شده بود. اعدام آرمان عبدالعالی با واکنش‌های گسترده تو داخل و خارج از ایران همراه شد. رادیو فردا توی گزارشی با تیتر دیوان عالی کشور حکم اعدام یک کودک مجرم تایید کرد به این پرونده پرداخت. داخل ایران هم بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی به این اعدام اعتراض کردن و اونو ناعادلانه خوندن. بعضیا معتقد بودند که با توجه به سن کم آرمان تو زمان ارتکاب جرم و عدم وجود جسد نباید حکم اعدام برای اون صادر میشد. اما خیلی هم نظری مخالف اینو داشتن. خانواده غزاله با وجود تمام فشارها بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند. اونا میگفتند که تنها راه آرامششون اجرای عدالته. پرونده آرمان و غزاله با اعدام شدن آرمان بسته شد، اما جسد غزاله هرگز پیدا نشد. خانواده غزاله هیچ قبری برای دخترشون ندارن. خانواده آرمان هم یه قبر دارن که هر روز میتونن بهش سر بزنن. این شاید تلخ‌ترین قسمت این ماجرا باشه. فیلم سینمایی بی‌بدن با الهام از این پرونده ساخته شده. فیلمی که تلاش میکنه تا زوایای پنهان این پرونده پیچیده رو به تصویر بکشه. الناز شاکردوست بازیگر این فیلم تو جشنواره فیلم فجر درباره این فیلم گفت میخوام با مردم حرف بزنم. میخوام بگم که خوشحالم در کنار شما مردم این فیلمو دیدم. این پرونده نشون میده که پشت پرده ساده ترین رابطه ها چه جنایت های پیچیده‌ای میتونه پنهان باشه. غزاله و آرمان 2 نوجوانی بودند که سفر به ترکیه قرار بود بهترین خاطره زندگیشون باشه.
اما در نهایت تبدیل به تلخ‌ترین فاجعه شد. معمای جسد غزاله هنوز هم یکی از بزرگترین سوالای بی جواب این پرونده است و اعدام آرمان با وجود اینکه تو زمان قتل 17 سال بیشتر نداشت، بحثای زیادی و درباره اعدام کودکان توی ایران داغ کرد. پرونده‌ای که 8 سال طول کشید تا بسته بشه، اما زخماش هنوزم تازه است. لطفاً اگه این ویدیو براتون جذاب بود، خوشحال میشم با لایک و کامنت و سابسکرایب ما را حمایت کنید.